پیش می‌دارم سوال جان ما تو را نصیب باشه یا مکتب گسل کنم بخون بابی مکتب گسل کنم ما بعد کار ماری خانه را بکنم مکتب هم بابای 5 بخونم گوش کن همین اکو هر دو ما تاقا ماندیم همین خانه دا فهمیدی کامپیری ماماد اینا مرد نیست کامپیری ماماد دیگه نصیب باشه پگاه اکو پیری مادا ما را دستگیری کو همین برا همین روز خواندی بهای 5 که گرفتی آمدی کو ما تو دا 5 سامان میتون فهمیدی اگر 10 که گرفتی ما تو دا 10 سامان میتون همین 20 که گرفتی 20 سامان میتون فهمیدی خوش رو تغییر کن اینجا بیا خوش کن اینجا بیا آری دارم کجا میره سر شما خوش کن همین مکتب خواندی پر باباهای الله خوش رو ختم که کردی فهمیدی نصیب باشه پگاه مکتب بود که کردی ما تو را ولایت میبرم ناصر خسرو دا میسپارم مکتب اینستیتوت میسپارم فهمیدی حق خانش بزنم حرکت مکتب خسرو بخونه حق خان خانش بزنم بچه همین گودک حواسمان کردن نکنه گودک حواسمان کردن نکنه همین پول که دادی گودک حواسمان میشه و قزق کده میخوانه پول که ندادی گودک تنبل میشه و خانده نمیتونه دیگه یه عین لای قرآن کیه مبرام که یک کم کار باری زندگی باشه اگرات همه رو تماشا کنید کوی چرا کارچکا همه خوشرو شده باشه اگر کاغذ نزده باشه با کارچکا همه را بخوره این لای قرآن کیه اگر خانکا یا ایسیمشکا گل کده نصیب باشه اگر بازار بردن نمیشه این پامیدورا خلان شده سن نصیب باشه اگر پامیدورا یا سوزی هم خوش رو شده سن نصیب باشه اگر فرا نصیب باشه بازار میباره میفروشه زندگی پیش رفتن میگیره خوش رو میشه ایسیمشکا شمال خیلی نباشه میشه خواهیم که آینده زندگی را کار میاره نصیب باشه هم بچه بخونه بچه گلاونی سمی گلاونی بچه بخونه خاندانی بچه در کنه میشه اگرات پگرات ما خودم کارش میکنم هم بچه آرزو دارم که بچه بخونم نواسم بخونه پگه آینده بعد فرم داخل نصیب باشه پرشیدم اکو نگاه بینو میکنم بابی بابی خبری خوش بابی خبری خوش اینا ما گفتم که دیدم میگن گودک که حواسمان که کردی پول که دادی بهای خوشرو میگیره فهمیدی گودک حواسمان میشه و حواسمان بابی پول تول که برای کی خودت گفتی کو بابی 5 بگیری 5 متر بابی 10 بگیری 10 متر ما گفتم که دوستم تول که برای چه برای که من بابی 2 گرفتم